الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در عمرشان، در حیاتشان یگان بار دست را در پیش در زیر ناف گذاشته نماز خوانده اند یا که با زبان نیت کرده اند یا اینکه بی رفع یدین نماز خوانده اند؟ به این سوال ها جواب دهید و دلیلش را البته ذکر کنید. بارک الله فیکم. اولا میگیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستشان را به زیر ناف نگذاشته اند، خیلی که به این حدیث ها دلالت میکند که یگان بار نگذاشته اند. و این حدیث هایی که مذهب ابو حنیفه رحمه الله دلیل می آورند و استدلال می گیرند از علی رضی الله عنه و عایشه رضی الله عنها که در بعضی از سنن ذکر شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گویا دستشان را در زیر ناف گذاشتن نماز خواندن، این ضعیف است به اتفاق علمای محدثین و محققین اهل حدیث. و حدیث های صحیح بر این دلالت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستشان را در بالای صدر میگذاشتند، در بالای صدر، در قفس سینه. چگونه که نمازخوانی در مذهب ابو حنیفه، نمازخوانی زنها چگونه است، دست را به بالای قفس سینه میگذارند، انمین نمود نمازخوانی به مردها هم صحیحش همین است. اما مذهب ابو حنیفه گفتند زنها باید به قفس سینه گذارد، مردها باید زیر ناف کند. به این تقسیم دلیل نیست. این چنین بعض دیگر از مذهب ها همین است، اما قول راجح و صحیح این است که دست را به بالای صدر بکنه، چگونه که در حدیث های صحیح روایت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز خوانید چگونه که مرا میبینید که نماز میخوانم. خیلی که این حدیث معناش در متفق علیه و در سنن و در غیر آمده است که صحیح است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستشان را به بالای صدر گذاشتند. و این بود جواب مسئله اول. و مسئله دوم این که آیا به زبان نیت کرده اند یا نه؟ البته در نماز خواندن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یگان بار به زبان نیت نکرده اند. نویت ان اصلی رکعتین و غیره و غیره، این چنین چیزی وجود ندارد. چرا؟ چرا که یگان نفر از صحابگان که چند هزار نفر بودند و به نهایت حریص آموختن سیره رسول اکرم، آموختن سنت رسول الله بودند، یگان نفر از اونها از رسول الله نقل نکردند که رسول الله پیش از نماز کمی ایستاده پیچیر کنان چیزی می گفتند یا که نیت میکردند. این طور نیست. رسول الله می آمدند به مردم نگاه میکردند، می گفتند استو و اعتدلوا، راست شوید، اعتدال بکنید، صفها را راست بکنید، صفوا صفوفکم، مثل ملائکه ها صف کشید. در مسئله صف صحبت میکردند و به طرف قبله نگاه میکردند و الله اکبر میگفتند. حتی یگان وقت به نیت کردن هم نبود. در این حالت یگان وقت هم نمیستادند مقدار نیت کردن. و اگر رسول الله نیت میکردند، حتما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابگان تعلیم میدادند. خیلی که محدث ها داریم مسیء الصلات، یکی از انسان ها در نزد رسول الله نماز را رکوعهایش را به جا نمی آورد، رسول الله 3 بار میگن که نمازت درست نیست و در بار 4م بعد از اینکه 3 مراتب رد میکنند، بعد از این تعلیم میدهند، میگن که کبر، وضو گیر، بیا تکبیر کن. نگفتن که نیت کن. برای همین ما میگیم به زبان نیت کردن بدعت است. به زبان نیت کردن بدعت است. محل نیت این قلب است. در تمام عبادت، در خواه روزه باشد، خواه که نماز باشد، خواه طهارت باشد، همه اش نیت به قلب است. در مسئله حج بعضی از علما میگن که لبیک اللهم عمرة و حج، یا که حج، این رو نیت میگن. و بعضی از علما میگن که این نیت نیست، بلکه نیت حج هم به قلب است. پس بارک الله فیکم،
نیت به قلب است. نیت نماز به قلب است. به زبان نیت کردن این بدعت است. زیرا که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل نشده است. دلیل همین است. ما میگیم العبادات التوقیفیه الا ما يدل الدلیل على مشروعیته. تمام نمود عبادت ها این توقیف، موقف، متوقف بر دلیل است. یعنی هر یک عبادت باید دلیل داشته باشد. وقتی که دلیل برای یک عبادت همچون عبادت بودنش وجود ندارد، پس این عبادت نیست. پس آیا برای نیت کردن دلیل هست؟ از رسول الله ثابت شده است؟ آیا صحابگان نقل کردن؟ نه، وجود ندارد. پس این دلالت میکند که نیت عبادت نیست. وقتی که عبادت نیست، یعنی ما در نظر داریم نیت زبانی. نیت زبانی این عبادت نیست، این بدعت است. اما نیت این رکن تمامی عبادت است. پس رکن تمام عبادت وقتی که به زبان نباشد، به کجا؟ محل نیت این قلب است. محل و مکان نیت این قلب است. وقتی که شما از جایتان میخیزید وضو میگیرید به خاطر نماز ظهر، همه خود نیت است. بارک الله فیکم. و سوال سوم، آیا رسول الله به رفع الیدین نماز خواندن؟ البته بعضی از علما میگن رسول الله در اول امر در مکه وقتی که نماز میخوندن به رفع الیدین میخوندن و در آخر الامر رفع الیدین کردن. این چنین سوال اصلا درست نیست که رفع الیدین کردن یا نکردن. ما میگیم که کدامش شریعت شد، چرا که ما آخرین عملی رسول الله را میگیریم. در یک مسئله دو سه عمل کرده باشن، آخرینش را میگیریم. مثلا رسول الله در اول اسلام زیارت قبر را به همه حرام کردند. وقتی که همه متعلق به قبر بود، وقتی که انسان ها صحابگان موحد شدید و خوب شدند، بعد از این زیارت را اجازت دادند. پس ما اجازت زیارت را میگیریم. هر یک شریعتی که در آخر عمر رسول الله آمده است و رسول الله همین را تعلیم دادند و وفات کردند و تغییر نیافته است، همین شریعت است. پیش از این کردن یا نکردن دیگر پرسیده نمی شود. پس امر رسول الله، آخرین هدی و منهج رسول الله این رفع یدین بود. ما باید رفع یدین بکنیم. چه که در حدیث متفق علیه اومده است از حدیث ابن عمر رضی الله عنه و غیره که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که تکبیر میکردن رفع یدین میکردن، اما دستشون رو به گوششون نمیرسوندن، به همین لحمی گوش دو انگشت را رسوندن. این بدعت است. این چنین چیزی نیست. اما برابرش کردن جایز است. این آخرین درجه است و بعد از این پایانتر و بعد از این پایانتر سه نمود رفع الیدین است. اول صدر، دوم برابر کیف، سوم دستها برابر گوش. اما به گوش رسوندن بدعت است. وقتی که رکوع میکردن پیش از رکوع رفع یدین میکردن. وقتی که سمع الله لمن حمیده میگفتن رفع الیدین میکردن. وقتی که به تشهد رکعت دوم می نشستند و از تشهد رکعت دوم به رکعت سوم میخواستند الله اکبر گفتن رفع یدین میکردن. 4 موضع رفع یدین به اتفاق. و البته اختلاف ها وجود داره، که قول صحیح فقط در 4 موضع: در تکبیرة الاحرام، پیش از رکوع، بعد از رکوع و در حالت راست شدن از تشهد. بارک الله فیکم. و این بود مختصرا جواب سؤال برادر.